السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام و خواهران عزیز و گرامی قدر، امروز صحبت را میخواهم بحری یک خواهران عزیز مهربان که درباره پوشش لباس است، سر و لباس زنهای مسلمان اندک صحبت کنیم. فکر میکنم که این صحبت هر خواهری که میشنود همچون یک برادر غمخوار ما را قبول کند، به خاطر که این دنیا به هیچ کس وفا نکرد و به اون خواهری که امروز دین خودش میفروشه، دنیای غرب برای خود اختیار میکنه و سر برهنه و بگیم رفتار دنیای غرب میکنه، با اون وفا نمیکنه. به خاطر که در جامعه بسیار دیدم خواهرایی را که عصیان میکردن، به حیاگی میکردن، به لباس میگشتن، سطر نداشتن. امروز همون کاری بد دلگیر شو کرده سه چکو کردن، بازگشت باز اسلام کردن. به همین خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث های مبارک خود میفرماید المرأة عورتون، همین زن خودش عورت است. زن باید در لباسش، در گفتارش، در کردارش باید که به قانون اسلام پیرو شود. خواهران عزیز، هر کسی که این صحبت مرا میشنوی، اسلام شما را منع نمیکنه که کار نکنه، به مهاجرت نره، محنت حلال نکنه. خوش به حال تو که برای رزق حلال چیکار میکنه، شما از وطن بیرون میشه، نکی کوشش کنه که پیرو قانون دین خود باشه. محمد اقبال لاهوری خدا رحمتش کنه میگه که تقلید غرب خلق را برباد داد، ای 1200 لعنت بر این تقلید بود. این دنیای غرب میگه تقلیدش مردم خلق مسلمان برباد داد. میگه نکی این پیشرفت جامعه برای زنهای مسلمان این نیست که شما چیکار کنی از وطن خارج برای رزق حلال سطر حجاب نداشته، به حجاب باشه، به روی مال باشه و در این دنیای غرب چیکار کنی بگه ما برای رزق روزی اومدیم. به همین خاطر کوشش کنه هر خواهری که این صحبت ما را میشنوه بازگشت باز اسلام کنه. از اون به لباسی و به حیاگی هیچ فایده نمیبینی خواهر عزیز. اون شاعر میگه به اصطلاح امروزه من شما نظر کرده، میگه خواهرم دیگر تو کودک نیستی. به من تر نصیحت مینه خواهر عزیز، خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاش میگویم عروسک نیستی. خواهرم این لباسی تنگ چیست، پوششی چشمانی رنگ و رنگ چیست. خواهرم با این تن قبر نازی مکن، با اصول شرق لجبازی نکن. ای خواهرم عاشق دین مبین، یک نظر ازواج پیغمبر ببین. میگه تر زنهای پیامبر بی، دخترهای پیامبر بی، دخترهای اصحاب پیامبر بی. چی یک بیناموسی شده است که امروزه زن مسلمان هم میبینی نه حیا داره، نه عفت داره، نه روی مال در سر داره. به همین خاطر خواهر عزیز، تا امروز که عصیان کردی، به حیاگی و فاحشگی کردی، امروز که صحبت منی بنده گناهگار میشنوی، بازگشت به سوی الله که الله ترا قبول میکنه. تو غمگین نشد، تو دل شکسته نشد که این قمم به حیاگی کردم، اکنون الله قبول میکرده باشه یا نه. الله متعال در قرآن عظیم شان برای همه بندگان گناهگارش میفرماید استعیذ بالله لا تقنطوا من رحمت الله ان الله غفور رحیم. شما از رحمت پروردگارتون ناامید نباشید که خداوند شما غفور و رحیم است، بخشنده و مهربان است. به همین خاطر خواهران عزیز بر بگرده. در تنبیه الغافلین ابولیث سمرقندی رحمت الله علیه قصه را بیان میکند که جوانی بود که 20 سال عمر خدا به طاعت بندگی گذرون. 20 سال همیشه طاعت بندگی کرد. بعد 20 سال چیکار کرد؟ عصیان کرد، گناه کرد، کارهای حرام کرد. بعد به سن 40 رسید، روز به پیش آینه چهره خودش نظر کرد که موی سرش سفید شده است، آب چشمش ریخ، گریان شد. در پیش آینه به چهره خود نظر کرد که موی سرش سفید شده است، گریان شد. گفت خدایا 20 سال ترا عبادت کردم، خوشنودی تو کردم و 20 سال نافرمانی ترا کردم، یا الله مهربان اگه باز بگردم به سوی تو، آیا من قبول میکنی یا نه؟ الله متعال در جواب از یک
حاطف از یک طرف آواز با اون جوان رسید، گفت ای جوان 20 سال ما را عبادت کردی، ما را قبول کردیم و 20 سال عصیان کردی، ما به تو مهلت دادیم. آواز شنید که ما 20 سال ترا چکو که مهلت دادیم که باز بگردی. به همین خاطر حالی هم سر وقت است بازگشت به سوی الله خود کنه که پیش از اون که مرگ به سر شما بیاد. شما فکر نکنید که ما به حجاب و به لباس میگردیم، مثل دنیای غرب میگردیم. عزرائیل من شما را میاد و پیدا میکنه و همه ما و شما مرگ میچشیم. نه که جای افسوس است که شرمنده پیش پروردگار بریم. به همین خاطر الله متعال همه ما و شما را هدایت کنه. خواهران عزیز علل خصوص هدایت برای راست کنه که از به حجابی بر بگردن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.